روزی بینه تمامی آدمای ما مثلا جوانان زنان را سرد دیان یا که زن میگیرن میرن در دیگر دولت‌ها ماجرای مهنتی میرن شکم سوسر میشه گرسنه نمیان بعد اون شاور بیچاره در خانه میسته داخل همون زنی که بیچاره چی مصلحت میته چی گفتنی مصلحتی من نمیدونم که امی اگه زندگی غیر از تورما خداوند یکی آدمو سبب میشه به یگان حدیثا تورما میشن یا که مثلا آدمانی هست که خدمت حربی میرن کاری دولت خطی میرن اینو اجازه هست نه که مهاجرت مهنتی رفته که در دوام 1 سال 1 مرتبه بیا رخصت مهنتی بگی بیا همین فرزندو تا بینوخی همون فرزند تو را بیشناسد پول مول برای انسان چی در کاره برای انسان محبت در کار دوستی در کار همون زنم با مر تو را میگیرد که مثال باید که ما هم در برم باشد یا ما هم یک اشنو جوانی دارد و جوانی استراحت دارد خوب تو خیر دارد همین چیزا رو باید در پی اگه یک بگیری در خونه با مادری تو غلام شد او قدر فایده هم ندارد یا تو در یا که مرد در خانه پدر در خانه خوشتامد غلام باشد یا نمیشه داخل برای همین باید خشونه بیندن